وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني من قلبي الحيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز و علاقمندان برنامه زلال ایمان از شبکه جهانی وصال حق. الله متعال را سپاسگزارم که برای ما این فرصت را عطا نمود تا با یکی از برنامه‌های ایمانی شبکه جهانی وصال حق خدمت شما بینندگان عزیز با جناب استاد فضل الحق سلیمانی حضور داشته باشیم. جناب استاد هم در استودیو با ما هستند. ابتدا از طرف خود و از طرف شما حضور ایشان سلام و عرض ادب دارم. خوش آمدین به برنامه جناب استاد. من هم عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما برادر عزیز و بزرگوارم استاد حسام الدین کریمی عزیز و همچنین خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما هستیم و این افتخار رو دادید که ما در محضر شما باشیم در این برنامه. در خدمت شما هستیم. تشکر از شما. خب بینندگان عزیز، در هفته قبلی هم در باب اسماء الله الحسنا برنامه رفته بودیم که عالم الغیب و شهاده یکی از اسمای الله متعال را به معرفی و شرح آن پرداخته بودیم. الان در این برنامه باز هم با جناب استاد روی یکی از اسماء الله الحسنا در خدمت شما هستیم که برای معرفی آن و شرح آن میپردازیم. جناب استاد، اگر مختصری از برنامه گذشته داشته باشیم و همچنان موضوعی که در این هفته روی دست گرفتین و برای بیننده های عزیز شرح میکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در برنامه‌های گذشته در بررسی موضوع ایمان به الله متعال که ما بیان کردیم که ایمان 6 رکن بزرگ داره و 6 رکن اساسی: ایمان به الله تعالی، ایمان به ملائکه، ایمان به کتب آسمانی، ایمان به انبیاء الهی، ایمان به روز آخرت و ایمان به قضا و قدر الهی. ما به شرح ایمان به الله متعال پرداختیم و در این باب به بخش‌های مختلف اشاره کردیم و به آخرین موضوعی که به هر حال رسیدیم از ایمان به الله متعال بعد از اثبات وجود الله متعال، بعد از ایمان به خالقیت الله متعال، بعد از ایمان به اینکه الله متعال تنها ذاتی است که شایسته عبادت است، هم بحث الوهیت و به تفصیل در این باب صحبت کردیم. به موضوع مهم اسماء و صفات الله متعال پرداختیم و در این باب باز در اسماء و صفات الله متعال هم به برخی از اسماء، چون اشاره کردیم که اسماء و صفات زیاده هست، بیش از 100 اسم هست و نمیتونیم همه رو ما بررسی بکنیم، به آنچه که احساس نیاز بیشتری به اون میشد به صورت مختصر اشاره هایی شد، من جمله الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، رب العالمین، خود لفظ جلاله الله و لفظ و تعبیر رب. در این باب صحبت کردیم، درباره الحی القیوم صحبت کردیم، درباره مواردی از این باب باز همچنان ادامه دادیم، درباره الملک و مالک صحبت کردیم، درباره عالم الغیب و شهاده آخرین موضوعی بود که ما در برنامه‌های گذشته به همراه بینندگان عزیز بررسی کردیم و درباره عالم الغیب و شهادت با تفصیل بیشتری در 2 برنامه صحبت شد و امروز هم به همراه بینندگان عزیز انشاءالله با اسم دیگر از اسمهای الله متعال در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود و اسمی که ما خیلی نیاز داریم به این اسم در زندگی خود و ارتباط و تعلق با این اسم، چون این اسم بیشتر از حالا شاید برخی از اسمای دیگر با تمام اسمای الله متعال و صفاتشون، یا این اسما و صفات مال ذات الله تعالی است یا مال افعال الله متعال است، همه با زندگی ما در ارتباط یقینا، چون ما بنده الله متعال هستیم. اما برخی از موارد در زندگی ما پررنگ‌تره
و بیشتر احساس نیاز بهش میکنیم. یکی از اون اسمها اسمی است که امروز میخوایم با عزیزان درباره صحبت بکنیم و اسم الرزاق. اسم الرزاق یا الرازق، هر دو تا تعبیر در قرآن کریم استفاده شده و امروز انشاءالله به خاطر اهمیت این موضوع درباره اسم با عظمت الرزاق برای الله متعال که در آیات و روایات ثابت شده صحبت خواهیم کرد. خب بسیار خوب. ابتدا درباره معنا و مفهوم این اسم مبارک الله سبحانه و تعالی برای ما و بیننده های عزیز شرح دهید که چی معنا دارد و تشریحاتش انشاءالله از شما میشنیم. الرزاق، اسم الرزاق در آیات مختلف از کلام الله مجید به کار رفته، من جمله آیه 58 در سوره مبارکه ذاریات. الله متعال میفرماید بعد از اینکه در آیه 56 میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من الله به عظمت خلق نکردم جنها و انسانها رو مگر اینکه عبادت من رو بکنن. ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان یطعمون، من از اونها رزق نمیخوام و این هم نمیخوام که من طعام بدن. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، الله تعالی است که رزاق است و صاحب قوت متین. اینجا کلمه رزاق، الرزاق در این اسم برای الله متعال استفاده شده و خود الله متعال برای ذات با عظمت خود اسم الرزاق رو استفاده کرده و الرزاق میدونیم که در بین اسماء و صفات الله متعال جزء اسم‌هایی است که برای افعال الله متعال اسم ذات نیست و اسم افعال است. به هر حال هم فعل داره هم بر ذات اطلاق میشه. الرزاق رو در آیه 58 الله متعال استفاده میکنه. در آیه 57 کلمه رزق میاد قبلش. ما اريد در سوره ذاریات ما اريد منهم من رزق، من از اونها رزق نمیخوام. الله خودش رزاق است. رزق، رزاق و رازق، ما در آیات مثلا در سوره مبارکه مائده هم کلمه رازق رو داریم که ورزقنا و انت خیر الرازقین، خیر الرازقین رو پر میشه را در نقل از عیسی علیه السلام که الله متعال اونجا کلمه رازق رو استفاده میکنه. رزاق و رازق. رزاق، الرزاق صیغه مبالغه است، یعنی دلالت بر کثرت میکنه و دلالت بر زیادی میکنه، دلالت بر بیشتر از حد عادی میکنه. ما بحث وقتی که رزاق همون صیغه مبالغه رزقه. رزاق کسی که بسیار رزق میده. رزق رو ما در فارسی اگه بخوایم ترجمه بکنیم یعنی روزی. ما در فارسی هم رزق استفاده میکنیم. رزق و روزی مترادف هم هستن، با هم استفاده میشن. الرزاق یعنی اون ذاتی که بسیار بسیار روزی دهنده است. حالا این دو معنی رو در بر میگیره. یکی بعد کمیش هست، یعنی الله متعال رزقش بسیار واسع هست و بسیار همه چیز رو در بر گرفته، یعنی هیچ چیزی نیست که مگر اینکه رزق الله متعال بهش میرسه. و یکی کیفیش هست. کمیش یعنی همون آیه که در سوره مبارکه هود الله متعال فرمود آیه 6 و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای در آسمان و زمین نیست. و ما من دابة خودش یک تضمین نکره داره که باز ما هم که نافی است اولش میاد. ما یک قاعده کلی هم در عربی داریم که نکره تحت النفی یفید العموم، یعنی وقتی که نکره و نفی با هم جمع میشه معنا عام میشه، یعنی هیچ چیزی نیست، هیچ جنبنده‌ای در آسمان و زمین وجود نداره مگر اینکه رزقش با الله متعال است. پس اول این که رزق الله متعال چنان وسیع است که تمام عالم رو در بر میگیره. خود رزق الله متعال هم باز حجمش به حدی است، همه چیز رو در بر گرفته، یعنی همه موجودات رو، و خود رزق الله متعال هم پایان ناپذیر است و الله متعال هر کسی رو که بخواد به هر چقدر که بخواد رزق میبخشه. رزاق یعنی کسی که روزی دهنده است و از این بابت مهمه بررسی این اسم. ما وقتی که در آیات قرآن کریم نگاه میکنیم مسئله رزاق، چون با روزی در ارتباطه، چون با رزق و روزی در ارتباطه، چون با زندگی روزمره ما در ارتباطه، چون ما باید بفهمیم که رزق و روزی ما کجاست، پیش کی هست. ما خیلی وقتا متاسفانه در کسب رزق و روزی خب تلاش همه ماست، هر روز همه تلاش میکنیم، خسته میکنیم خودمون رو، از خونه که بیرون میریم همه یک هدف مهم داریم و اون به دست آوردن رزق و روزی هست. الان
در آیات کلام الله مجید وقتی که به این موضوع نگاه میکنیم و بررسی میکنیم میبینیم که مثلا در سوره مبارکه روم در آیه 40 الله متعال وقتی که درباره رزق صحبت میکنه و درباره به هر حال گفتیم که رزاق هم از رزق گرفته شده، در این آیه الله متعال میفرماید الله الذی خلقکم، الله هست که شما رو خلق کرد، ثم رزقکم، الله که به شما رزق میده، ثم یمیتکم ثم یحییکم، الله شما رو خلق کرده، رزقش هم مهدی، رزق شما مهدی الله تعالی است، بعد مرگ میاره برای شما، دوباره شما رو زنده میکنه. این بخش بعدی آیه هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، آیا آن کسانی که برای الله متعال شما شریک قرار دادید، یعنی چی شریک قرار دادید؟ شریک قرار دادید در صفاتش، شریک قرار دادید در اسمهایی که ما الان داریم صحبت میکنیم، الرزاق مثلا یکی از این اسماست، صفاتی که الله متعال داره، اسمهایی رو که الله متعال داره، شما به غیر الله متعال نسبت میدید، آیا اون کسانی رو که در صفات و اسمهای الله متعال شریک کردید از مخلوقات الله متعال این کارها رو میتونن بکنن؟ کدوم کارها؟ خلقکم، بعدش ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، خلق، رزق، مرگ و زندگی، اینها از موارد و اینها از صفات خاصی هستند، افعال خاصی هستند که فقط مال الله تعالی است. در پایان هم میفهمن سبحانه و تعالی اما یشرکون، الله متعال پاک و منزه هست از آنچه که برای او شرک میگیرن. رزق فقط از امر الله تعالی است. ان الله هو الرزاق، همین آیه 58 سوره ذاریات خیلی مهمه این موضوع. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، فقط الله تعالی است که رازقه، که روزی میده. ما در آیه 40 سوره روم هم دیدیم که الله متعال فرمود که هل من شرکائکم، آیا از اون شرکای شما من یفعل من ذلکم من شیء، کسی هست که این کار رو انجام بده؟ یعنی نیست. ما در آیه 6 سوره هود هم اشاره کردیم و ما من دابة الا علی الله رزقها. روی این آیه اگه مقداری ما دقت بکنیم تا معنای خود این عظمت رزاق رو بفهمیم و موضوع رزق الله متعال، معنی دقیق رزق رو و رزاق رو ما وقتی میفهمیم که بیایم چیکار بکنیم، دقت بکنیم. مثلا همین آیه 6 سوره مبارکه هود، من شبیه سوره مبارکه هود و شبیه این رو ما در سوره عنکبوت آیه 60 هم داریم. در سوره هود آیه 6 هم داریم که الله متعال میفرماید و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده نیست مگر اینکه رزقش بر الله متعال است. یعنی چی؟ مثلا یک مورچه ای رو ما داریم میبینیم، نه یک مورچه، هزاران مورچه هستن، میلیون ها مورچه هستن. این مورچه ها فقط یک نمونه است. روی زمین نگاه بکنیم مورچه هست، این خزنده هایی که روی زمین هستن مورچه ها هستن، حشرات دیگری که حالا به شکل های مختلف، اسم های مختلف، حالا هر منطقه یک اسمی داره. حتی حیوانات کوچکتر از مورچه و بعضی کوچکتر از مورچه بفرمایید شما، ما شته هست مثلا، یک نمونه‌ای هست که از مورچه خیلی ریزتر و کوچکتر است. میلیون ها از اینها رو الله متعال داره رزق میده. یک مورچه سیاه در یک شب تاریک و سیاه بر یک سنگ تاریک و سیاه در حال راه رفتنه و ما هرگز اون رو نمیبینیم، اصلا هیچ خبری ازش نداریم. میلیون ها از این مورچه ها در دشت، در کوه، در جنگل ها هستن که دارن میخورن، زندگی میکنن. وقتی لانه یک مورچه ای رو کسی مثلا میره بررسی میکنه و باز میکنه، میبینه که چه خبره، اونجا برای خودشون 80 برابر وزن خودش رو مورچه حمل میکنه، برمیداره با خودش میبره، ذخیره میکنه. و این رزق و روزی رو کی به اینها میده؟ الله متعال. در دل یک صخره، یک سنگی، یک حشره، یک موجودی داره زندگی میکنه. این از کجا میخوره؟ این همه ماهی، میلیون ها بلکه شاید میلیاردها ماهی های مختلف، شکل های مختلف، اون موجوداتی که در آب زندگی میکنن، همه اینها رو الله متعال رزق میده و رزق و روزی میخورن. اینها رو کی رزق و روزی میده؟ یک پشه ضعیفی، یک گوشه ای از دنیا که نمیفهمه اصلا دنیا چی هست و دنیا چطور میچرخه، میلیون ها مثل خودش داره، شاید میلیاردها داره، الله متعال اینها رو داره رزق میده. مگه سوال نگاه بکنید داره رزق میده. اصلا بحث انسان ها این به جای خود، این که به جای خود، حالا ما غیر از انسان ها وقتی نگاه میکنیم تنها انسان ها نیستن که یک نهنگ در دریا وقتی که میخواد غذا بخوره، غذا یک نهنگ شاید یک محفل عروسی ما نتونه یک نهنگ رو سیر بکنه. غذایی که برای یک محفل عروسی چند صد نفره ما استفاده میکنیم که چند صد نفر انسان رو سیر میکنه، این در یک دهن یک نهنگ، یک وعده غذای یک نهنگ نمیشه.
و هزاران بلکه شاید میلیون ها نهنگ در دریاها دارن زندگی میکنن و اینها رو کی رزق میده؟ اینها رو الله تعالی داره رزق میده و اینها رو الله متعال به اینها رزق میده. ان الله هو الرزاق. این مهمه که ما بفهمیم که فقط الله تعالی است که رزق میده. از فرشتگان، از انبیای الهی، از اولیای الهی هیچ کدوم صاحب رزق نیستن. نباید من برای اینکه در زندگی اگر دچار مشکل هستم، اگر رزق من در زندگی دچار مشکل شده، اگر در زندگی یک مقداری دچار سختی در معیشت شدم، برم سراغ فلان، سراغ علان، سراغ نه به این معنا که حالا انسان میره به هر حال از برادری، از دوستی آشنایی که زنده است یک مقداری قرض میگیره، کمکی میگیره، این بحثش جداست، یک در عالم اسباب. اما اینکه بریم سر قبر فلانی یا بگیم یا فلان مدد به این نیت که او خزائن آسمان و زمین به دستشه، رزق بده، رزق میده، روزی میده، اینها تصورات اشتباهی است که در مفهوم رزق وقتی که در قرآن کریم الله متعال کلمه الرزاق یا رازق یا حالا مشتقاتی که از این مصدر هست، مصدر رزق با فعل‌های مختلف در قرآن استفاده میشه، ببینیم که الله متعال تاکید فراوان داره روی این که فقط منم که رزاقم، فقط منم که رازقم، فقط منم که رزق و روزی شما به دست منه. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. یا در آیه 60 عنکبوت و کأی من دابة لا تحمل رزقها. اصلا موجوداتی هستن جنبندگانی که الله متعال میفهمن نمیتونن که رزق خودشون رو حمل بکنن، حتی اینقدر ضعیفن که خودشون اصلا توانایی ندارن. الله یرزقها و ایاکم. الله متعال که اینها رو رزق میده و شما. و اون آیه هم که از سوره روم خوندیم، آیه 40 سوره روم، خیلی مهم هست که الله تعالی خلق میکنه، رزق میده، میمیرانه، زندگی میکنه و غیر الله متعال هیچ کدوم دخل و تصرفی در این باب ندارن. پس در مجموع یعنی میتونیم بگیم الرزاق دلالت بر رزق میکنه، دلالت بر این میکنه که فقط الله متعال که رزق میده و روزی میده و هر آن چیزی که ما در زندگی نیاز داریم اختیارش به دست الله تعالی. ماشاءالله. الله تعالی واقعا که الرزاق و ذوالمتین است، ذی القوة المتین. اینانی بعد از اینکه شما در شرح الرزاق پرداختین، آن چیزی را که از گفته های شما دریافتیم که تمام آن چیزی که ما در زندگی داریم همیشه از جانب الله متعال و از سوی الله هست، برای ما انعام نموده است. الان سوال اینجاست که درهای رزق و روزی ما در کجاست؟ ما وقتی که از رزق و روزی صحبت میکنیم، خود اصلا رزق و روزی برخلاف آنچه که ما تصور میکنیم که وقتی که صحبت از رزق میشه خیلی از ما فکر میکنیم که رزق یعنی چی؟ رزق یعنی خوردن، رزق یعنی آشامیدن. و این آب و ظاهرا وقتی که صحبت از رزق میشه صحبت از چی؟ صحبت از اینه که من در زندگی الان به هر حال درآمد من کم شده، مشکلاتی آمده و غذا کم شد، خوراک کم شد یا پوشاک کم شد. اول باید دقت بکنیم که وقتی که از درهای رزق صحبت میکنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه رزق معانی فراوانی داره و رزق برخلاف اون چیزی که ما تصور میکنیم که فقط خوردن و آشامیدن باشه، اینطور نیست. رزق، معنی رزق خیلی فراتر از اینه. در آیات قرآن کریم هم این معنا برداشت میشه که و در روایات هم ما در مثلا درباره سوره مبارکه، در سوره مبارکه واقع، الله متعال درباره قرآن وقتی که صحبت میکنه که این قرآن شکی در اون نیست، این در لوح محفوظ است، لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین افبهذا الحدیث انتم مدهنون. آیا شک دارید ایمان نمیارید؟ و تجعلون رزقکم انکم تکذبون. رزق شما از قرآن اینه که تکذیبش میکنید. اینجا نشان از این داره که پس رزق معنای فراتر از اون چیزی داره که ما فکر میکنیم. رزق هم بعد جسمی داره که آنچه که به جسم ما برسید میرسه و به جسم نیازمند هست به او، و هم بعد روحی داره که ما هر چیزی که در زندگی در باب روحی بهش نیاز داریم همه اینها رو ما در بحث رزق داخل میکنیم. غذا رزقه، آب رزقه، میوه ها رزق هستن، سلامتی رزقه، روزی، به تعبیر فارسی خودمون روزی. یک فرصت خوب برای یک کار روزی است، ذهن خوب روزی است، ذکاوت روزی است، هوش روزی است، حکمت روزی است. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. الله متعال میفرماید کسی که حکمت دادیم خیلی خیر کثیر بهش دادیم. علم روزی است، همسر خوب یک روزیه، صبر روزیه، قناعت روزیه، استقامت روزیه، شکرگزاری روزیه، ایمان روزیه، این که انسان پیرو قرآن باشه این روزیه، فرزند صالح
روزیه. اصلا خود فرزند کلا روزیه. همسر صالح گفتیم روزیه، اخلاق خوب روزیه. ما وقتی درباره روزی صحبت میکنیم و رزق صحبت میکنیم تنها معنی خورد و خوراک نیست، تنها معناش نیست که من فقط میخورم و میاشم و میپوشم. نه، معنای روزی خیلی از این وسیع‌تره. ما این رو در چیز هم میبینیم در دعای رسول صلی الله علیه و سلم که سنت است انسان وقتی که مثلا با همسر نزدیکی میکنه این دعا رو بخونه که خدایا ما دور بگردان از ما شیطان رو و دور بگردان شیطان رو از آنچه که روزی ما قرار داده و جنب شیطان مما رزقتنا از آنچه که روزی ما کردی شیطان رو دور بکن. الان به هر حال در این دعا رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن این رو در هنگام رابطه همبستری مثلا زن و شوهر با هم بخونن. اینجا حکایت خورد و خوراک نیست، اینجا حکایت یک رابطه همسری است، اینجا حکایت فرزنده، اینجا حکایت از آینده فرزنده، اینجا حکایت از یک مسیر دیگه است در زندگی. ما در زندگی همه آنچه که الله متعال به ما داده از نعمت و ما بکم من نعمت فمن الله، همه آنچه که از الله متعال به ما داده شده در نعمت از آن الله تعالی است. پس این با اون تعبیری که کردیم که تمام رزق و روزی از طرف الله متعال است، این رزق و روزی یعنی همه نعمت‌های الله متعال. هر نعمتی که در زندگی به ما میده الله متعال رزق الله متعال است و الله است که رازق این نعمته و الله است که اختیاردار این نعمته و اگر من این نعمت رو بخوام باید برم کجا؟ باید برم پیش الله متعال. اگر بخوام این نعمتی که من در زندگی فرزند ندارم، مشکل کجا حل میشه؟ پیش الله متعال. رزق دیگه، رزق فرزند به من داده نشه. من میخوام علم یاد بگیرم، حکمت یاد بگیرم، درایت یاد بگیرم، مشکل دارم، حافظم نمیکشه، ضعیفه. حل مشکل کجاست؟ کلیدش کجاست؟ این در از کجا باز میشه؟ پیش الله تعالی است. چرا که ان الله هو الرزاق، همه رزق روزی الله تعالی به دست الله تعالی است. اگر من یک فرصت کاری خوب پیدا نمیکنم کجا باید برم؟ پیش الله متعال. اگر اخلاق من مشکل داره، اگر همسر خوب پیدا نمیکنم، اگر ذکاوت مشکل داره، اگر در ایمان مشکل دارم، اگر در تعامل با والدین مشکل دارم، اگر در زندگی هر مشکلی به من میرسه، نعمتی است از دست من رفته، نعمتی است به دست نمیتونم بیارم. سلامتی من، تندرستی من، فرصت‌های زندگی من، اینها کجاست؟ مشکل کجا حل میشه؟ پیش الله متعال. ما باید بریم پیش الله متعال. اون چه که شما فرمودید که ما درهای روزی رو کجا جستجو بکنیم؟ پیش الله تعالی است. بدون شک همه درهای روزی پیش الله تعالی است. اما الله متعال در قرآن کریم و در روایت رسول صلی الله علیه و سلم مؤکداً باز برای ما یک کلیدهایی معرفی کرده که این درها رو برای ما باز میکنه. الله متعال خودش روزیه، کل آسمان و زمین رو به عهده گرفته. خودش در آیاتی که ما همه اشاره کردیم الله متعال خودش روزی رو متکفل شد، یعنی الله متعال روزی تمام موجودات رو به عهده خودش گرفته. ما یک روزی خاص داریم، یک روزی عام داریم و یک روزی خاص داریم. روزی عام یا همون رزق عام مال همه است، به کافرش هم میده، به مسلمانش هم میده، به هر کسی که بخواد دوست داشته باشه نداشته باشه. الله متعال همه رو به عهده گرفته. وقتی به حیوانات میده، به انسان‌ها که اشرف‌تر از حیوانات هستن به طریق اولا میده. یک روزی خاص داریم، یک روزی خاص داریم که این روزی خاص رو باز فقط به عده خاصی میده. اصلا کلا خود رزق و روزی یکی از اسباب و وسایل ابتلاست. فاما الانسان اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ربی اهانه. الله متعال میفهم در سوره مبارکه فجر با دو تعبیر مختلف. اگر انسان رو وقتی من ابتلا بکنم، موضوع ابتلا ببینیم مثلا یعنی آزمایش بکنم، با چی؟ با رزقش. فقدر علیه رزقه، یک مقداری رزقش رو تنگ بکنم، یا در تعبیر دیگری مقداری بهش رزقش رو اضافه بکنم. این نشان از این داره که رزق و روزی، نعمت‌هایی که الله متعال به ما میده، یکی از اسباب آزمایشه. چون یکی از اسباب آزمایشه، الله متعال با این نعمت میخواد ما رو یک چیزهایی بفهمونه، ما رو تربیت میکنه. این آزمایش جنبه تربیتی داره، یک میدان تربیتی است. بعضی وقتا رزق و روزی در زندگی کم میشه، این یک سبب داره، یک دلیل داره. الله متعال میخواد ما رو یک چیزی بفهمونه، میخواد یک چیزی حالی بکنه.
الله متعال میخواد ما تا برگردیم. موضوع بحث رزق و روزی و تعاملش با انسان‌ها دو حکایت داره. یک عده‌ای وقتی که از الله دور میشن، در آیه 44 سوره مبارکه انعام میفهمد الله متعال اونها رو ول میکنه به حال خودشون. فلما نسوا ما ذکروا به، وقتی فراموش میکنن اون چیزی رو که به اونها تذکر داده میشه از انبیاء الهی و از کتب آسمانی و رسالت‌ها، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء. درهای رحمت اینجا نیست، چون کلمه رحمت هم نداره. درهای روزی رو به اونها باز میکنن. فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تا وقتی که سرمست میشن از اون چیزی که به اونها میرسه. خیلی‌ها میگن آقا فلانی، کافرها رو نگاه کنید چقدر اینها رزق و روزیشون زیاده، چقدر آسایش دارن، چقدر آرامش دارن، چقدر نعمت دارن و امثال اینا. الله متعال میفهمد من اینها رو ول کردم به حال خودشون و درهای نعمت رو هم به اینا بهشون میده. الله تعالی این در ظاهر نعمت، اما در حقیقت نقمت، عذاب است. در این آزمایش سختی که اینها گرفتار شدن و نمیفهمن و نمیدونن، دارن به سوی حرکت میرن. حتی الله متعال میفهمه من ول کردم اینها رو تا اون لحظه‌ای که عذاب من یک دفعه میاد اینها رو میگیرم. در آیه 178 سوره مبارکه آل عمران باز میفهمد کافرها فکر نکنن من به اونها مهلت میدم، ولی یحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. من به اونها مهلت میدم تا بیشتر گناه بکنن. یکی از مواردی که الله متعال اگر پس رزق و روزی زیاد شد دلیل بر محبت نیست. اگر الله متعال به کسی رزق و روزی بیشتر میده، به این معنا نیست که او بیشتر دوست داره. و چه بسا اگر کسی که پایبند به دین نیست، به ایمان نیست، به نماز و روزه و زکات و حج و آنچه که متعلق به دین هست نیست، ولی باز هم نعمت‌ها در زندگیش فراوان است، این رو الله متعال به حال خودش ول کرده تا بیشتر و بیشتر گناه بکنه و بره به سمت هلاکت. و این رو یک روزی الله متعال میگیره و از بین خواهد برد و این از خطرناکترین نوع ابتلای با رزق و روزی است. نقطه مقابلش الله متعال مؤمنین رو مبتلا میکنه با رزق. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. ما شما رو با ترس، با گرسنگی، با نقص در ثمرات و میوه ها و در جان های شما سلامتی آزمایش میکنیم. قطعا من این کارو میکنم. الله متعال میفهمه در 155 سوره مبارکه بقره. این آزمایش برای مؤمنینه، در رزقشونه. اما برای مؤمنین حکایت دیگری داره. برای کفار که گفتیم کسی که، حالا کفار نگیم، بگیم هر کسی که از خدا دوره، حکایتی شده است. اما اونایی که با خدا رابطه دارن، الله متعال اینها رو آزمایش میکنه. الله متعال وقتی که آزمایش میکنه، آزمایش برای چیز؟ برای اینکه اینها رو دوست داره. یک عده‌ای رو که خب انبیاء اولیاء الهی هستن، مقربین هستن، اینها سبب رفع درجات اونها میشه و الله متعال اونها رو همین گونه دوست داره. میبینیم که در بین انبیاء الهی پادشاهانی ما داریم، مثل داوود داریم علیه السلام، مثل سلیمان علیه السلام، مثل یوسف علیه السلام که اینا به هر حال در علاوه بر اینکه رزق و روزی روحی داشتن، در تمام آنچه که از رزق روحی هست به اونها رسید، در رزق جسمی هم، در رزق بدنی هم، در مال نعمت دنیا هم الله متعال تا خواست اونها داد. پس در باب مؤمنین الله متعال یک سری قانون‌هایی میگذاره برای اینکه این رزق رو بتونن برای خودشون چیکار بکنن؟ به دست بیارن و راههایی دارن که یکیش چیه؟ ایمانه، یکیش تقواست. از مهمترین درهای روزی، از مهمترین کلیدهایی که درهای روزی رو به سوی ما وا میکنه و میتونیم ما درهای روزی رو به سمت خودمون، تمام آنچه که از روزی با اون محتوای شامل و کاملش که ما گفتیم، الان خصوص باز موضوع بحث خوردن و آشامیدن و پوشیدن و فرزند برای ما باز میکنه. در آیه 96 سوره مبارکه اعراف الله متعال میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم سرزمین ها و قریه ها ایمان بیارن و تقوا پیشه بکنن، اون موقع چی میشه؟ فلفتحنا علیهم برکات، درهای برکت روزی رو به سوی اونها از آسمون و زمین من به سوی اونها باز میکنم. ایمان، تقوا یعنی پرهیزکاری از الله متعال، تقوا یعنی اوامر الله متعال رو انجام دادن و از آنچه که نهی کرده دوری کردن. و من یتق الله، کسی که تقوای الله تعالی رو پیشه میکنه، در آیه 2 و 3 سوره مبارکه طلاق الله متعال میفرماید هر کسی که تقوا پیشه میکنه یجعل له مخرجا، راه خروج از مشکل برای او قرار داده میشه،
و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جای او رو رزق میده. این رزق اینجا عامه، این رزق اینجا دیگه معناش شامله. کسی که تقوا میکنه الله تعالی میفهمه من از جای او روزی میدم که اصلا گمان نمیکنه. در زندگی زناشویی کسی مثلا همسر خوب میخواد، بعد خودش خوب باشه، خودش تقوا پیشه بکنه، همسر خوب بهش میدن الله تعالی از جایی که گمانشون نکنه. اگر مال تجارت داره میخواد تجارتش رونق پیدا بکنه، خودش تقوای الله تعالی رو در تجارتش پیاده بکنه تا ببینه راه برون رفت از مشکلات تجارت رو الله تعالی چطور بهش نشون میده. با زنش مشکل داره، زن با شوهرش مشکل داره، فرزند با والدین، والدین با فرزند مشکل دارن. در رابطه زناشویی تقوا رو پیشه بکنه، حقوق شوهر، حقوق زن، آنچه که نیاز هست رعایت بشه، حقوق والدین، حقوق فرزندان، هر کسی نسبت به طرف مقابلش. اون موقع راه برون رفت از این مشکل رو و رزق و روزی که گم کرده بود در این میدان رو می‌بینید چطور بهش میده الله تعالی. در هر میدانی تقوا، در هر میدانی اون میدان رو برای ما باز میکنه، درهای رزق در اون میدان. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که اصلا گمانش رو نمیکنه الله تعالی بهش رزق میده. این یکی از درهاست و از مهمترین درهای رزق و روزی تقوا و ایمان. تشکر از شما جناب استاد محترم. خب به بحث برنامه ان شاء الله ادامه میدیم بعد از یک من برنامه کوتاه باز هم برمیگردیم ان شاء الله. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بیگمان الله مردار و خون و گوشت خوک و آنچه که در هنگام سربریدن نام غیر الله بر آن برده شده باشد را بر شما حرام کرده است و هر کس که مجبور به خوردن آن شود بی آنکه علاقمند و تجاوزکار باشد پس گناهی بر او نیست، همانا الله آمرزنده مهربان است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أردني، ذنبي تعلاني من قلبي الحي. بازم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز. برنامه زلال ایمان از شبکه جهانی وصال حق است. خب جناب استاد محترم، در مورد درهای روزی و رزق صحبت کردین و اشاره کردین که ایمان و تقوا یکی از راه‌ها و یکی از دریچه‌های دریافت رزق و روزی است. غیر از این دیگر کدام درهای دیگه وجود دارد؟ مهمترین در برای دست یافتن به نعمت‌های الله متعال و رزق و روزی الله متعال همونطور که اشاره کردیم بحث ایمان است. موضوع ایمان و تقوا اگر بخوایم بگیم این اصلی ترین، این در این شاه در هست، این در اصلی هست. اینجا ما یک اگر مثال بزنیم، مثلا رزق و روزی رو به یک باغ بزرگ پر از نعمت
در اصلی این باغ ایمان و تقواست. ما در باز میکنیم میریم داخل. خب داخل باز ما هر گوشه کاخی داریم، خزانه هایی هست که هر کدوم از اینها باز یک کلید خاص خودش رو داره. ایمان و تقوا یک معنی عام هست، یک معنی کلی است که ثمرات بسیار فراوانی برای ما داره ایمان. و مهمترینش ما اشاره کردیم که تقوا و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و والله انسان وقتی دقت میکنه در معنی این آیه، بعضی وقتا در زندگی انسان واقعا دچار میشه به شرایطی که هیچ راهی جز الله متعال واقع نمیاد. لا ملجأ من الله الا الیه. و با قلبی خالص و صادقانه میره و رجوع میکنه، بعد موقع میفهمه که چطور از جایی که گمانش رو نمیکرد مشکل حل میشه. از این باب در اصلی که وارد این باغ بزرگ بشیم، مهمترین خزانه‌ای که باز درهای رزق و روزی رو، مهمترین خزانه رزق و روزی که به هر حال درش اگه باز بشه برای ما خیلی کمک خواهد کرد در زندگی، موضوع نماز هست. موضوع نماز در بحث تقوا داخل شکی نیست. گفتیم که هر چی ما داریم میگیم داخل همین باغ تقوا است، اما به هر حال اینا جزئیاتی است که باز بیشتر الان وارد قصر شدیم دیگه. الان ما وارد این فضا شدیم، کاخ. الان باز هر کدومش یک اتاقکی داره و خزانه هایی داره برای خودش. یا اگر مثل قصری تشبیه کنیم، این در اصلی قصر و حالا هر اتاقی خزانه ای داره. الان طرف اتاق نماز میریم. نماز یکی از مهمترین به هر حال ارکان دین هست و ما نمیخوایم حالا زیاد داریم با صحبت بکنیم چون وقت برنامه اجازه نمیده. برای اهمیت نماز و جایگاه نماز شک در این نیست. در آیات قرآن کریم اگر نگاه بکنیم، آنچه که ربط بین نماز و رزق و روزی است و این دو تا رو به هم ربط میده، در آیات 131 و 32 سوره مبارکه طه الله متعال میفرماید و امر اهلک بالصلاة، خاندان خودت رو امر بکن. ببینید موضوع کجاست. الان ما خیلی وقتا در زندگی میگه آقا حقوقا کم شده، گرونی اومده، کار نیست، بیکاری هست، قبض آب و برق و گاز و تلفن مونده، نمیدونیم چی کار بکنیم، خرج بچه‌های مدرسه‌های بچه‌ها و دانشگاه بچه‌ها مونده، من نمیدونم بدهکاریم، نمیدونم اجاره خونه و صاحب خونه هی داره زنگ میزنه و نمیدونیم از کجا در بیاریم پولش رو. خوب پیش میرفت وضعیت، یک دفعه میبینیم که یک زلزله انگار اومد و همه چی به هم ریخت. این آزمایشه. گفتیم یکی از مهمترین وسایلی که الله متعال بندگان خودش آزمایش میکنه همین رزق و روزی است. این یک آزمایشه. یک جایی الله متعال میخواد یک چیزی رو به ما بفهمونه که تو یک چیزی رو باید بیشتر دقت بکنه. یک توفیق اجباری است. بعضی وقتا انسان بچه و دوست خودش رو مثلا حالا میبینه که کمی پاشو کج میگذاره این طرفی میره، گوششو میچرخونه، کمی پدر به پسرش دیگه پول نمیده مثلا. این نشان از چیه؟ نشان از یک مشکلی هست اینجا. ولله المثل الاعلى، مثال الله متعال خیلی بالاتر از اینه. یه مشکلی وجود داره. یکی از مهمترین مشکلات بحث نماز. الله متعال میفرماید و امر اهلک، نه تنها خودت، خانواده خودت رو. اگر میخوایم رزق و روزی در خونه ما بیاد، یکی از مهمترین مسائل یک حرکت دست جمعی برای احیای نماز در خانه است. و امر اهلک، خانواده خودت رو همه رو باید نماز خون بکنی. و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها، خودت هم خوب استقامت بکن، نه که صبر کن، خیلی صبر کن. موضوع نماز و استبر علیها بعدش چی میفهمد؟ لا نسألک رزقا نحن نرزقک. اینجا چرا بعد از نماز رزق میاد؟ نماز وقتی که میگیم مقاومت بکن، من نمیگم که ما خدای نکرده نماز نمیخونن عزیزان یا ما نماز نمیخونیم. خانواده نماز خون دچار مشکله. اینجا یک مشکلی هست. خدا میفهمد اگر اهلت رو به نماز امر بکنی و استقامت بکنی، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، من از تو میخوام نماز تو درست بخون، من از تو رزق نخواستم، رزق من دارم بهت میدم. در آیه 58 سوره زاریات هم که در ابتدای جلسه گفتیم ما اريد منهم رزقا، من از شما رزق نمیخوام، ان الله و ما اريد ان یطعمون ان الله هو الرزاق. الله متعال میفهمد شما رابطت با من درست کن، من بقیه چیزا رو برات درست میکنم، من حیث لا یحتسب. گفتیم از جایی که اصلا گمانش نمیکنه. نماز خونده میشه، اما نه اون نمازی که نماز باشه، نمازی که از روی نیاز باشه نیست. نماز ما عبادت نیست، خیلی جاها عادته.
نماز میخونیم الله اکبر و سبحان الله الحمدلله رب العالمین، کله بالا میری پایین، نمیفهمیم رکعت اول چی خوندیم، رکعت دوم حرکات است. فقط به خاطر اینکه بگیم یک نماز خونده باشیم. این نماز نیست. قد افلح المؤمنون، مؤمنان رستگار شدن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اونایی که خشوع دارن در نماز، خشوع در نماز، آرامش قلب در نماز، حضور قلب در نماز. یک نمازی با روح، یک نماز درست حسابی میخواد الله. اونایی که عزیزانی که به نماز به مسجد دسترسی دارن، با جماعت خواندن. مثلا یک بازاری، الان در بازار خیلی میگن آقا بازار کساد شده، نمازاتو میخونی؟ وقت نمیکنم. خب من میخونم داخل مغازه میخونم، دور سری و سیر. خب مسجد نزدیک، چرا نمیری مسجد؟ من صبح نماز برم، ظهر برم مسجد، نیم ساعت طول میکشه، برای مغازه رو قفل کنم، عصر برم مسجد قفل کنم، مغرب برم مسجد قفل کنم، عشا هم اگر جایی برسن کسی در بازار رو قفل بکنم، 4 وقت من برم نماز چه قفل بکنم، بیام از کجا بخورم؟ اینی که الله متعال فرمود و امر اهلک بالصلاه واستبر علیها، تو نمازتو بخون، وقت نماز مغازه‌تو ببند، برو نمازتو بخون. نه لا نسألک رزقا نحن نرزقک. تو از چی میترسی؟ از اینکه بازارت کساد بشه، مشتریات بپرن؟ من دارم بهت رزق میدم، رزق تو رو من میدم نه تو. تو نماز بخون، من رزق تو رو میدم. پس یکی از مهمترین عواملی که ما باید بهش دقت بکنیم موضوع چی هست؟ موضوع رزق و نماز است. این بعد از تقوا گفتیم که تقوا موضوع نماز. موضوع دیگری که باید خیلی مهم هست موضوع استقامت. استقامت یکی از درهای رزق، صبر، استقامت. خود همین نماز رو خوندن ما در همین آیه نماز داشتیم واستبر علیه، صبر، نه صبر واصبر نبود، واستبر. زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی، یک قاعده کلی در عربی است. یک تایی که اینجا اضافه شد، خود همین تا دلالت بر اضافه معنا داره. ما در موضوع استقامت و صبر در سوره مبارکه فصل الله متعال میفرماید ولو ان اهل القرى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که گفتن پروردگار ما الله تعالی است، بعدش استقامت کردن. تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله. کسانی که گفتن پروردگار ما الله است، بعد در این راه استقامت کردن. تقوا باعث تقوا بود دیگه. تقوا اصول نیست، استقامت میخواد، صبر میخواد. صبر رأس تمام عبادت هاست، سر تمام عبادت هاست. نماز خوندن صبر میخواد، روزه گرفتن صبر میخواد، اخلاق همش با صبر در ارتباط. عصبانیت کنترلش، خشم کنترلش، حلم و بردباری صبر میخواد، بخشش صبر میخواد، گذشت صبر میخواد، همینو صبر میخواد. زکات پرداخت کردن و پول از جیب خرج کردن صبر بر چی میخواد؟ بر حسد. انسان بر بخلش رو باید مقاومت بکنه باشه. همه این موارد رو استقامت وقتی که بیاد، صبر و استقامت در دین، در مسیر الله متعال، اینها به ما و لو استقاموا، الله متعال میفهمد اگر اونها استقامت بکنن بر راه من لاسقیناهم ماء غدقا، من پشت سر هم برای اونها آب میفرستم، نعمت میفرستم. استقامت در مسیر دین از درهای دیگری است که ما کمک میکنه تا رزق و روزی برای ما بیاد. ایمان و تقوا، استقامت، حالا نماز، این سه تا رو ما ذکر کرد. از مهمترین و آسانترین، من تاکید میکنم روی آسانترین، مهمترین و آسانترین کلیدها، کلید نه در، خب کلید باشه خب در باز میکنه، کلید برای یک دری است. در رزق و روزی استغفار کردنه. همین که من بیام از صمیم قلب بگم استغفر الله. فارسی خودمون چی میشه؟ خدای منو ببخش. توبه کردن، استغفار کردن، طلب ندامت کردن پیش الله متعال. خیلی ساده است. انسان یک لحظه بشینه بگه استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. نه که دیگه تسبیح دستش باشه داره استغفر الله میگه فیلم نگاه میکنه. این دیگه استغفر الله نیست. این داره فیلم نگاه میکنه و دستش هم میچرخه. این نه. اینجور تسبیح دست انجام باشه و استغفر الله، گوشی موبایلش هم اینجوری داره چیز میکنه و استغفر. نه این نه. استغفر اللهی که با حضور باشه، با ندامت باشه، انسان واقعا از الله متعال بخواد که ببخشتش. انسان وقتی که از الله متعال میخواد برو ببخشه، چی میشه؟ محبوب الله تعالی میشه. وقتی گناه بخشیده شد انسان محبوب میشه.
کسی که اولیاء الله چرا محبوب الله تعالی هستن؟ چون گناهشون کمتر از بقیه است. و وقتی که محبوب الله تعالی شد دیگه عذاب نمیشه. و قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. یهودیان و مسیحا گفتن ما فرزندان خدا هستیم و دوستان خدا. الله متعال فرمود قل فلما يعذبكم بذنوبكم. پس چرا شما را عذاب میکنه؟ اگه شما دوستان الله هستید پس چرا شما را عذاب میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی اگه کسی دوست الله تعالی باشه عذاب نمیشه. کسی که دوست الله تعالی باشه عذاب نمیشه. و از راههای دوستی الله متعال چی هست؟ که انسان چی بشه؟ که انسان گناهانشو کم بکنه. و چطور گناهان کم میشه؟ با استغفار. صراحتا در سوره مبارکه نوح علیه السلام آیه 10 به نقل از نوح علیه السلام الله متعال میفرماید فقلت استغفروا ربکم. به اونها گفتم که ای قوم من استغفار کنید برای الله متعال، انه کان غفارا، اون بسیار بخشنده است. اگر این کارو کردید چه کاری؟ استغفار. یرسل السماء علیکم مدرارا، پشت سر هم پیاپی از آسمون براتون نعمت میباره، باران میباره. باران مصدر رزق هستن. برف میباره، نعمت میاد، کشاورزی رونق پیدا میکنه، زمین سرسبز میشه، باغها و گلستان رزق روزی جریان پیدا میکنه. یرسل السماء علیکم مدرارا. اینجا یک توقف کنیم. الان اگر کسی میناره در منطقه خشکسالی شده، الله متعال میفرماید که اگر شما از خشکسالی مینالید استغفار کنید. حالا شاید یک ملحدی بیاد بگه چه ربطی داره؟ خب آقا باران نمیاد، ابر نمیاد، نمیدونم باد نیست، بخار آب نیست اونجا، ابرا نمیاد، استغفار و گناه چه ربطی داره؟ این رو انسان مؤمن نمیگه. این رو کسی که معتقده که الله خالق آسمان و زمین است و همونطور که قوانین فیزیک و شیمی داره قوانین دیگری محکمتر از اینها داره در قرآنش، این حرفو نمیزنه. الله متعال میفهمد بگو که استغفار کنید من میفرستم. خب اون ابر کی میفرسته؟ الله متعال میفرسته. با همون قوانینی که شما ادعا میکنید، بله با همون قوانین میفرسته الله متعال. انسان یک دفعه هیچ انتظار نداره، یک دفعه میبینه که یک طوفانی در راه است، شما از کجا پیش بینی میکردید این طوفان بیاد؟ میاد. ببینید ابرها میاد یک هفته پشت سر هم میریزه. اصلا هیچ کس پیش بینی نمیکرد که در این مدت سال، در این فصل سال، مثلا این روزهای سال یک دفعه باران بیاد، وسط تابستان، وسط بهار یا هر فصل دیگه. الله متعال این قانونه. اینها قانونای الله تعالی است. اینها قانونه. امکان نداره که قانون الله متعال تغییر بکنه. امکان نداره. و من استق من الله قیلا و من استق من الله حدیثا. کی از الله راستگوتر در گفتار؟ ان وعد الله حق. وعده الله تعالی حق است. الله متعال میفرماید اگر باران نمیاد استغفار کنید. همینی که ما میریم نماز استسقا میخونیم. در نماز استسقا چیکار میکنیم؟ دست بلند میکنیم توقع. ما اصلا در متعال استغفار میکنیم. استغفار یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین. الله متعال به شما مال میده. این کلام من سلیمانی که نیست، این قول الله تعالی است. کسی شک بکنه به این دیگه نگه من مسلمانم. خلاصه کن کسی شک بکنه به این که استغفار سبب ایجاد رزق میشه و سبب باز شدن درهای رزق و روزی میشه و از آسمان باران بیشتر میباره، الله متعال مال میده، بعد این انکار این آیه قرآن کفر میشه دیگه، کافر دیگه. نگه من معتقدم به خدا، چون الله متعال اینطوری گفت. و یمددکم به اموال. مشکل مالی دارید، ورشکست شدی، استغفار کن. الله متعال میفهمد استغفار کن. برو شروع کن استغفار. بشینیم روزی 10 بار، 100 بار، 1000 بار، هر چی بیشتر بگیم بیشتر کمک کردیم. ما حاضریم برای به دست آوردن چند ریال و تومان و دلار و به هر حال پولایی که هست، بریم صبح تا شب بشینیم بیل بزنیم، کلنگ بزنیم، سفر خرج بکنیم، پشت میز بشینیم، نمیدونم مغازه ترازو بچرخونیم، اینور بار ببریم، رانندگی بکنیم و به خاطر چی؟ که برکت، به خاطر اینکه رزقمون بیشتر بشه، به خیال خودمون، به خاطر اینکه مال بیشتری به دست بیاریم. الله متعال میفهمد این بی معنی نیست که ما حرکت نکنیم. نه، اینکه نه من گوشه خونه بشینم دست می‌بردم استغفر الله استغفر الله استغفر الله بعد بگم خب از آسمون میرزه. نه، الله متعال چی فرمود؟ و ما من دابة فی الارض. هیچ جنبنده نیست روی زمین. نگفت و ما من مخلوق. دابه یعنی چی؟ از دبیب میاد، یعنی جنبندگی. توی کمی خودتو بجنبون، شما یک جنبشی داشته باش، حرکت بکن، از تو حرکت، از خدا برکت. ما حرکت با توکل، حرکت با استغفار، حرکت با تقوا، حرکت با نماز، حرکت با استقامت اگر بود برکت میاد و رزق میاد. رزقی که شما رو از الله دور نمیکنه. ما گفتیم که یک بعضی نعمت‌ها هست
الله رو دور میکنه انسان رو. کافر است، الله متعال میگه من بهش همه چی میدم. نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه استقامت داره، نه تقوا داره. این مواردی که ما میگیم رعایت نمیکنه. اما اون روز به روز از الله دور میشه. اون دشمن الله است. خود الله متعال میفهمد. در آیه 44 انعام 178 آل عمران گفتیم. ما با اون کار نداریم. اگر کسی اینطوری میخواد، بله هست. این قانونه. الله متعال میفهمد. کسی که منو ول کرده، من خیلی از همون راه هم الله متعال میبینی که باز در به در بیچاره خسر دنیا و آخرت است. اما اگر کسی میخواد هم در راه دین موفق بشه و هم برکت در زندگیش بیاد و رزق و روزی سالمی داشته باشه، این موضوعات استغفار. این موضوع دیگه خیلی مهمه در استغفار. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین. این روش خط بکشین. و بنین، به شما فرزند میده. شاید خیلی از بینندگان عزیز ما باشن الان که چند سال الله متعال بهشون فرزند نداد، فرزند دار نمیشه. به هر حال نیتی الله متعال به هر حال برای کسی میخواد فقط پسر میده، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور. به یه فقط پسر دختر میده و یه فقط پسر میده و بعد و یهب لمن یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور او یزوجهم ذکران و اناثا. بعضی رو دختر پسر میده و یجعل من یشاء عقیما، بعضی رو مقیم میکنه. اما الله متعال میفهمد اگر شما استغفار بکنید من به شما فرزند میدم. استغفار حتی کسانی که صاحب فرزند نشدن الله متعال میفهمد استغفار کردن به اونها فرزند هم من میدم با استغفار. و یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. باغ‌های شما رو رونق میدم، بازار تجارت شما در کشاورزی، در زراعت، و نهرها رو من جاری میکنم. نهرهای نعمت. با چی؟ همینو با چی بود؟ فقلت استغفروا ربکم. من این آیه رو باز میخونم. آیه 10 سوره 9. و از همین بینندگان عزیز میخوام که این آیه رو حفظ بکنید و تکرار بکنید. بنویسید بزنید به در دیوار خونه. اون که ترجمهش آیه 10 بعد از سوره کنه. فقلت استغفروا ربکم. استغفار کنید. حضرت نوح علیه السلام میفرماد من گفتم خدای بینا. خب پیغمبر که از پیش خودش نمیگه، کلام الله تعالی است. بینا گفتم استغفار بکنید پروردگارتون رو الله متعال از آسمان برای شما نعمت میفرسته، برای شما مالتون اضافه میکنه، به شما فرزند میده، باغهای شما و نهرهای شما رو آباد میکنه. این همه رزق هست یا نیست؟ همه رزق دیگه. ان الله هو الرزاق. الله که میده. چطور میده؟ با استغفار. ایمان و تقوا، استقامت، نماز، استغفار، اینها مواردی هستند که ما ذکر کردیم تا به حال که خیلی کمک میکنه به موضوع افزایش رزق و روزی. هر کسی که از کمی نعمت، فرصت کاری پیش نمیاد، همسر خوب پیدا نمیشه، مشکلی داره با والدین، با فرزندان و مشکلی داره در تجارت، مشکلی داره در هر بعدی از زندگی، در هر رزق و روزی که احساس میکنه، اینها شاه کلید هست. یک موضوع دیگه هم که در خلال آیات ما بهش میرسیم، در همین استغفار یک چیز دیگه هم باش اضافه شده در سوره مبارکه انفال. الله متعال در آیه 34 میفرماد و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. الله متعال تا وقتی که ای پیامبر نازنین من تو در بین اونها باشی اونها رو عذاب نخواهد کرد و تا وقتی که اونها استغفار بکنند هم عذاب نخواهد کرد اونها رو. ما درباره استغفار صحبت کرد. اینجا در بخش اول آیه الله متعال میفرماید ای پیغمبر تا وقتی شما بین اونها باشی من اونها رو عذاب نمیکنم. یعنی چی؟ الان که رسول الله صلی الله علیه و سلم با پیکر نازنین بین ما نیست، این آیه چه معنایی داره؟ معناش اینه که تا وقتی که سنت رسول صلی الله علیه و سلم، منهج رسول الله، راه و روش رسول الله در بین امت باشه، امت عذاب نمیشه. یک قانون کلی به والله امکان نداره که ما در زندگی امت اسلامی پیرو سنت باشه و عذاب بیاد براش و کافری جرأت بکنه اینطور گستاخی بکنه به کشورهای مختلف اسلامی و امت اسلامی و این همه ما کشته بتیم در کشورهای مختلف و ذلت تحمل بکنیم. الله متعال فرمود و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. تا وقتی که تو در بین اینها باشی امکان نداره اینا ذلت ببینن. اگر دین اونجوری که باید رعایت میشد، اگر ما ملتزم به دین می بودیم، اگر همه دین رو رعایت میکردیم، ارکان دین رو رعایت میکردیم، این اختلافات به وجود نمی اومد.
این دو دستگی ایجاد نمیشد، این ضعف و بدبختی ایجاد نمیشد، این جنگ‌های داخلی ایجاد نمیشد، همه با هم متحد میشدیم بر علیه دشمن، کسی جرئت نمیکرد برای ما بلند بشه، جهاد تعطیل نمیشد، مشکلات برای ما ایجاد نمیشد. پیروی از سنت رسول صلی الله علیه و سلم، هر چقدر ما به سنت رسول صلی الله علیه و سلم پایبندتر بشیم، درهای رزق و روزی به سوی ما بیشتر باز میشه. چرا؟ خیلی مهمه. اتباع سنت انسان رو محبوب میکنه پیش الله تعالی. قل ان کنتم تحبون الله، در آیه 31 سوره آل عمران الله متعال میفهمد، بگو اگر شما ادعای محبت من الله متعال رو دارید، ای پیامبر من به اینها بگو شرط من اینه. هر کی میگه من الله رو دوست دارم، آیا واقعا ما الله رو دوست داریم؟ الله متعال میگه شرط من اینه، ببینید اگر اینطور هستید واقعا من شما رو دوست دارم، من هم شما رو دوست دارم و شما واقعا من رو دوست دارید. ان کنتم تحبون الله، اگر واقعا شما ادعا میکنید من الله متعال رو دوست دارید، اگر شما الله رو دوست دارید فتبعونی، از من پیغمبر اطاعت کنید. الله متعال به زبان نازنین رسول صلی الله علیه و سلم در آیه 31 سوره آل عمران میفرماید فقط من الله متعال شرط محبت، ادعای محبت کسانی رو نسبت به خود قبول دارم که پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر کی پیرو سنت هست میتونه ادعا بکنه من الله رو دوست دارم. اون موقع الله متعال میفرماید ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، شما را الله متعال موقع دوست داره. وقتی الله متعال بنده ای رو دوست داشته باشه موقع چی میشه؟ امکان نداره عذاب ببینه. مگه نگفتیم یهود و نصارا گفتن ما دوستان الله متعال هستیم و ما فرزندانش، نحن ابناء الله و احباء. الله متعال فرمود اگه شما دوستان الله متعال هستید فلما یعذبکم بذنوبکم، بس چرا شما رو عذاب میکنه؟ یعنی که الله متعال دوستانش عذاب نمیکنه. و چطور انسان دوست میشه به الله متعال؟ پیرو سنت رسول صلی الله علیه و سلم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر شما ادعای محبت الله رو دارید از پیغمبر، از من پیغمبر اطاعت کنید، الله متعال شما رو دوست خواهد داشت و یغفر لکم ذنوبکم، و گناهان شما رو میبخشه. الله غفور رحیم، الله متعال بخشنده و مهربانه. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم، کسانی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن برای اونها چیز؟ مغفرت. بعد از مغفرت چی میاد؟ رزق کریم، رزق و روزی کریم، زیبا، خیلی محترمانه. اینها از مهمترین ابواب رزق هستند و فراموش نکنیم باب رزق دیگری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هر کسی که دوست داره، من این روایت رو در کتب مختلف حدیثی خودمون داریم من جمله بخاری و بقیه، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هر کسی که دوست داره که در عمرش زیادی بیاد، عمرش بیشتر بشه و در رزق و روزیش گسترش و برکت بیاد، فلیصل رحمه، صله رحم. صله رحم چیه؟ اون رحم همون رحمه، همون رحمی که به هر حال ما ازش بیرون شدیم در شکم خانم هست. صله رحم اشاره به رابطه خویشاوندی است، رابطه قومی و نسبی با پدر و مادر، با خواهر برادر، با همسر، با دوست و آشنا، با فامیل الخصوص، اینا که رابطه خونی و نسبی دارن. انسان با نکی به پدر و مادر درهای رزق و روزی رو به خودش باز میکنه. با احترام به همسر و رعایت حقوق همسر و زناشویی درهای رزق و روزی رو به سوی خودش بیشتر میکنه. با رسیدگی به اقوام و خویشاوندان درهای رزق و روزی زیاد میشه. نیازی نیست که حتما انسان بره خونه‌شون. الان ما با همین تماس‌های تلفنی، یک تماس تلفنی گرفتن، یک زنگ زدن، یک خبر گرفتن، از حالشون خبر شدن، مشکلاتشون رو پیدا کردن، همه اینها به ما کمک میکنه تا ما بتونیم درهای روزی رو باز بکنیم و همه اینها رو فراموش نکنیم. ما که صحبت اصلی ما چی بود؟ الرزاق، الله متعال که فقط رازقه و رزاقه و فقط اوست که تمام نعمت‌ها به دست اوست. قل هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، در آیه 40 سوره روم خوندیم که الله متعال که خالق، رازق، میمیرانه دوباره زنده میکنه و غیر الله متعال هیچ کسی رزق نمیده. بعد چون تمام این نعمت هایی که ما با عنوان رزق و روزی معرفی کردیم اختیارش به دست الله تعالی است و ما بگم من نعمت فمن الله، همه این نعمت ها از آن الله متعال است، پس ما برای به دست آوردن هر نعمتی که احساس میکنیم از دست دادیم و یا کم شده باید چیکار بکنیم؟ راهی نداریم جز برگردیم پیش الله متعال با استغفار، با نماز، با صبر، با صله رحم، با نماز، عبادت های دیگر. در یک جمله خلاصه بکنیم با تقوای الله متعال ما میتونیم
به هر آن چیزی که از دست داریم برسیم و تمام درهای رزق و روزی رو به سوی خودمون اضافه بکنیم. تشکر از شما جناب استاد از اینکه وقتی برنامه اجازه نمیده که ادامه بدیم. انشالله که بحث ها را در هفته های بعدی انشالله ادامه خواهیم داد روی موضوع اسماء الله الحسنی. در اخیر باید گفت آنچه که از درس این هفته گرفتیم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. از حضورتان در برنامه جهان سپاس. خب بینندگان عزیز، این بود برنامه این هفته. تا هفته بعد که باز هم خدمت حضور شما قرار خواهیم گرفت ان شاء الله. یکایک شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل. قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني